بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز و نازنین جناب آقای انصاری بزرگوار. آقای رضایی بفرمایید. بله در گوش شما هستم. سلامت باشید. خدا عمرتون بده. خواستم در مورد حضور ائمه و اینکه چطور ائمه میتونن ببینن و مشمول اون آیه شریفه بشن فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. فرمودید که در جواب آقای قاسمی که مؤمنین حضرات ابوبکر و عمر و علی و عثمان و طلحه و زبیر و چه و این حرفا، اینها میبینن کسانی که از جنگ فرار کردن، در صورتی که بعضی از اینا که اسپوردی خودشون مشغول آقای رضایی شما ببینید در مورد اینکه ائمه میبینن صحبت بکنید. اگر میخواهید که بحث رو با حاشیه بکشونید من اجازه نمیدم. خواهش میکنم در مورد حاشیه نیست که شما همین صحبت الان داشتید میفرمایید. الان دلیل در مورد اینکه 12 امام شما میبینن. بفرمایید. خیلی خوب، شما فرمودید رسول میبیند، رسول رو قبول کردید دیگه. رسول رو قبول کردید یا نه؟ رسول میبیند، پیامبر میبیند. این که شما اعتقاد دارید که الان با چشمان تلسکوپی 14 معصوم حاضر و ناظر همه خلوت‌های ما هستند، نه خیر. من این رو نه برای رسول قبول دارم، نه برای ائمه قبول دارم، برای هیچ انسانی قبول ندارم. خدا و ملائکه چطور میبینند؟ بابا جان من این صفحه کامل قرآن رو خوندم. آقای رضایی من صفحه کامل قرآن رو خوندم و تفسیر کردم، ترجمه کردم که شأن نزول این آیه در مورد منافقینی بود که اومده بودن ادعای اسلام کرده بودن و بعد از اینکه مؤمنین اومدن توبه کردن و بعضی کسایی که تخلف کرده بودن از جهاد و جریانش معروف است، در سوره توبه کلا در مورد منافقین صحبت شده. اینا اومدن گفتن ما انسانای خوبی میشیم، ما انسانای صالح میشیم. خدا گفت که برید عمل انجام بدید، خدا داره میبینه، پیغمبرم داره میبینه، مؤمنین هم دارن میبینن. ببینیم که شما چیکار میکنید. الان آقای رضایی بله. این آیه میگه که الله میبینه، رسول میبینه و مؤمنین میبینن اعمال منافقین رو. شما دلیل بیارید که 12 امام شما چطور میبینن. شما فرمودید خدا میبیند، بعد به رسول و مؤمنین که رسیدید فرمودید در مدینه میبینن، در صورتی که خدای متعال من میگم که الله و رسولش در مدینه میدیدند. الله صفتش این است که از همه احوال ما انسان‌ها تا وقتی که خودش بخواد میتونه اطلاع پیدا بکنه. در این هیچ شکی نیست، هر کی شک بکنه کافر میشه. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم تا وقتی که زنده بودن حاضر و ناظر اعمال اون کسانی که ما حول رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند هستند و بعد از اینکه وفات کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر و ناظر اعمال مسلمان ها نیستند. جناب آقای انصاری از کجای آیه استفاده می کنید که میفرمایید که در حیات میبیند بعد حیات نمیبیند؟ ان الذين يحادون الله و رسوله اولئک فی الاذلین. محدود کردن خدا و رسول. خدا ببین صفت رو اول میفرماد من خودم میبینم، بعد میفرماد رسولم هم میبیند، مؤمنون هم میبینن. حالا این مؤمنون کیانن؟ میخوام بریم سراغ مؤمنون. اول این محدودیت رو از اون خدا و رسول، از اون رسول بردار به نص آیه، یا اینکه آیه بیار که محدود کند رسول را، وسعت دید رسول را محدود کند. این آیه محدودیت برای رسول الله ندارد. این میفرماد همونطور که در آیه دیگه میفرماد که حبیبم ان الله، خودش میفرماد ان الله علی کل شیء شهید، بعد میفرماد انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا بلا انقطاع. یعنی این محدودیت براش نداره برای رسول. اینا هیچ کدومش آقای رضایی، اینا
اینا هیچ کدومش دلیل بر این نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم الان حاضر و ناظر هستن و اعمال ما رو میبینن. من خواهش میکنم برگردید سر اصل موضوع. شما دلیل بیارید از قرآن کریم بر این که 12 امام شما حاضر و ناظر هستن و همه اعمال ما رو میبینن. مؤمنونی که قرآن میفرماد میبینند. شما تمام یا ایها الذین آمنو های قرآن رو بررسی کن. هر که یا ایها الذین آمنو در قرآن هست، ببینید آقای انصاری، همش مذمت، ذم است. یه نقصی از مؤمنین رو گفته است تا بعد فرموده متذکر شده، متوجه باشین این کارو نکنید. یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی، یا ایها الذین آمنو لا تتولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم. هر که یا ایها الذین آمنو هست بعدش هم یه خطاب، قرآن عطابی است که بهشون میگه مترک تا برسد به یا ایها الذین آمنو آمنو که شدن و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. وقتی به این دسته رسیدن شدن مؤمنون، اینا مؤمنون مستثنا میشن، هر مؤمنی نیست. هر یا ایها الذین آمنو این مؤمنون نیستن تا برسه به مرحله ای که معذرت شما عرض کنم که بشن اینا خداوند خط شد متاسفانه. احمد جان اگر دوباره تماس گرفتیشون مستقیما وصل کنید. من اگر آقای رضایی صدای من رو میشنون خواهش میکنم همه این چی که شما دارید میگید همه اینا فلسفه است. هیچ حرف منطقی و دلیل واضح و صریح و آشکار بر این که 12 امام شما حاضر و ناظر اعمال انسان ها هستند رو شما بیان نکردید و نمیتوانید بیان بکنید. هر چه بخواهید این آیه رو بر اساس هوا و هوس خودتون تفسیر بکنید نمیتونید. هر جایی که الله سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنو گفته، ببینید خطابهای قرآنی خطابهای واضح و آشکار است. هر جایی که یا ایها الذین آمنو گفته خطاب به مؤمنین است، کسانی که ایمان آوردن، کسانی که ایمان آوردن به الله و به رسولش. و اون جایی هم که الله سبحانه و تعالی مثلا یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اینها ادب است، ادب کردن مؤمنین، یاد دادن اخلاق صحیح و اسلامی به مؤمنین که چطور باید با الله سبحانه و تعالی تعامل بکنن، چطور باید با رسول الله صلی الله علیه و سلم برخورد بکنن، چطور باید عبادت ها و اعمال صالح رو انجام بدن. اول الله سبحانه و تعالی میاد ایمان رو برای اینها ثابت میکنه، بعد از اون میاد اینا رو ادب میکنه. همه این حرفایی که شما بزنید هیچ ربطی به این آیه و این که 12 امام شما میبینن نداره، زیرا در هیچ جای قرآن الله سبحانه و تعالی نگفته که 12 امام شما میبینن و حاضر و ناظر اعمال مسلمین هستن. پس خواهش میکنم اگر دلیل میارید دلیل واضح و منطقی بیارید. خط 6 آقای رضایی شما دوباره وصل شدید. بله متشکرم. همه آنچه که گفتید یا ایها الذین آمنو نمیدونم اینا هیچ دلیلی بر این نیست که 12 امام شما میبینن. خواهش میکنم دلیل از قرآن بیارید بر این که 12 امام دارند الان حاضر و ناظر اعمال ما هستن. جناب آقای انصاری بزرگوار، شما الان یه به اصطلاح نهیب‌هایی زدید در قصه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمودید خداوند اینجا داره به اصطلاح ادب میکند. ببین آیه بعدیش میفرماد اینایی که پیش رسول خدا یغضون اصواتهم، صداشون رو میارن پایین. همون بعد اون آیه است. و حبط اعمال هم در اون آیه هست که کسانی که صداشون رو پیش پیامبر بلند کردن نه حبط اعمال شدن و پس نمیتونن مشمول اون مؤمنون باشن که شما فرمودید اونا ناظر بودن در مدینه میدیدند و عمل منافقین رو میدیدن. چون قرآن میفرماد باز نظام ذمشون میکنه، میفرماد ان الذین ینادون که من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، از صاحب مشاعر نیستن. اما مؤمنینی که میفرماد آقای محترم آقای رضایی گوش کنید. آقای رضایی خلط نکنید. ببینید من الان سوره حجرات میارم دوستان عزیز ببینن اینجا، شما هم نگاه بکنید. الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، لا تقدموا بین ید الله و رسوله. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم داشت صحبت میکرد، داشت در مورد موضوعی صحبت میکرد. بین ابوبکر و عمر
مشاجره شد و اومدن پیش دستی کردن در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله این کار انجام بدید، اینطوری بشه اونطوری بشه بهتره. الله سبحانه و تعالی اول اومد گفت یا الذین آمنو، ای مؤمنین. اول اومد ایمان ابوبکر و عمر رو ثابت کرد. بعد از اون گفت که پیش دستی نکنید در نزد الله و رسولش. واتقوا الله، و از الله بترسید. ان الله سمیع علیم، که الله شنونده داناست. بعد از اون دوباره چی میگه؟ یا ایها الذین آمنو، باز دوباره به همینا خطاب میکنه ای مؤمنین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو از صدای پیامبر بالاتر نکنید. ولا تجهروا له بالقول، وقتی که صحبت میکنید سخنتون اون گونه‌ای نباشه که بلند سخن بگویید. که جهر بعضکم لبعض، مانند این که مثلا ابوبکر عمر بین خودتون دارید صحبت میکنید، با رسول الله صلی الله علیه و سلم اونطوری صحبت نکنید. ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، که مبادا در حالی که نمیدانید اعمال شما چی شود؟ نابود گردد. شما چطور گفتید که در اینجا حبط اعمال صورت گرفته و اینها جز مؤمنین محسوب نمیشن؟ این لا تشعرون، جناب آقای انصاری، که بدانید و ندانید اعمال شما حبط شد. شما کسی را در این اشرف امت قرار میدید که این قصه در سال 8 یا 9 هجری اتفاق افتاده است. یک سال بعد شما میگید زعامت کل جامعه اسلامی این عهدهدارش بشه و عهدهدارش شده است و در امت اشرف امت رسول الله صلی الله علیه و جانشین خاتم الانبیا شده است و امیرالمؤمنین شده است. پیامبر خدا که و امیر همه مؤمنون بوده. آقای رضایی سریع به من جواب بدید. الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که ای مؤمن، ای ابوبکر مؤمن، ای عمر مؤمن، صدایتان را بر صدای پیامبر بلند نکنید مبادا اعمال شما نابود شود و شما ندانید. به چه دلیل گفتید که به چه دلیل گفتید که اینها حبط اعمال شدند و اینها جز مؤمنین نیستند، در حالی که الله سبحانه و تعالی اینها را برحذر می‌داره مبادا اعمال شما نابود شود؟ آیا انصاری رفع صوت کردن یا نکردن؟ این تحذیر است. این الله سبحانه و تعالی برحذر می‌داره. اول میاد آقای رضایی مساوی با حبط عمل. بابا جان، همین تحذیر، همین برحذر داشتن الله سبحانه و تعالی خطاب به پیامبرم کرده. گفته که ای پیامبر اعمال تو هم حبط میشه اگر چیکار بکنی؟ اگر شرک بیاری. بابا جان این تحذیره. من میگم آقای رضایی اگر که فلان حرف رو بزنی شما از دایره اسلام خارج میشی. این دلیل بر این نیست که شما از دایره اسلام خارج شدی، دلیل بر این است که شما باید برحذر باشی. ببین در سوره زمر آقای رضایی، در سوره زمر آیه 65 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ لقد اوحی الیک، ای محمد به تو وحی شد، و الی الذین من قبلک، و به پیامبرانی که قبل از تو بودن، لئن اشرکت، اگر شرک بیاری، لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اعمالت تباه و نابود می شود و از جمله زیانکاران خواهی بود. العیاذ بالله. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم حبط اعمال شد و از جمله مؤمنین نبود با این استدلالی که شما میکنید؟ آقای رضایی بذارید من صحبت کنم. اینجا تحذیر است که ای محمد به تو وحی کردیم که اگر شرک بیاری حبط اعمال میشی، یعنی اعمال تو نابود میشه. و در سوره حجرات هم خطاب به ابوبکر و عمر همین پیام است که نشون بده احمد جان. یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. ای ابوبکر و عمر، ای مؤمنین، شما هم صداتون رو با صدای پیامبر بلند نکنید که اگر این کارو کردید مبادا در حالی که این کارو انجام میدید اعمال شما نابود بشه و شما نمیدانید. جناب آقای انصاری بزرگوار، اونجا که خدای متعال به حبیبش محمد میفرماد من به شما و انبیاء سلف تو گفتم که اگر شرک بورزید، ولی اینجا اینها رفع صوت کردند، اینها صداشون رو بلند کردن. خدای متعال میفرماد نه به این 2 نفر میگه دیگه، به بقیه مؤمنین است میگه این کارو نکنید. اینا که اینا حبط عمل شدن، فرضاً که نشده باشن. آیه بعدش میگه که یه دسته از مؤمنین هستن که اینا صداشون رو پیش حبیبم پایین میارن
شما کسی که بله، بعد از اینکه این آیه نازل شد، بعد از اینکه این آیه نازل شد، حضرت عمر فاروق سراج الجنه امیر مؤمنان رضی الله تعالی عنه، وقتی که این آیه نازل شد چنان در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم آرام سخن میگفت که صدا شنیده نمیشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که یکی نیست که به این بگه صدا تو یکم بلندتر بکن. گفت یا رسول الله، من بعد از اینکه این آیه نازل شد من میترسم از اینکه حبط اعمال بشم، به خاطر همین صدامو پایین میارم. الله سبحانه و تعالی این آیه رو در وصف سیدنا عمر فاروق اعظم امیر مؤمنان رضی الله تعالی عنه نازل کرد که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، کسانی که صداشونو در نزد الله سبحانه و تعالی، در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم پایین میارن، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. بیگمان کسانی که صداشونو نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم پایین میآورن، اینها کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی دلهایشان را برای تقوا آزموده و خالص گردانیده است، برای آنها آمرزش و پاداش عظیمی است. آقای محترم، آقای رضایی، موضوع صحبت ما و کلیپ این بود که 12 امام حاضر و ناظر اعمال ما انسان ها هستند. لطف کنید در این مورد صحبت کنید. بسیار خوب. شما جناب آقای انصاری این آقایان را میفرمایید نامؤمنین. من این آقایان را میفرمایم رغم انف شما و همه کسانی که اعتقاد ندارن. الان شما دلیل بیارید برای اینکه 12 امام شما حاضر و ناظر هستند. لطفاً در این مورد صحبت کنید. آیا اونها نمیتوانند با کوچکترین نقصی که ما درشون سراغ نداریم، هیچ نقصانی درشون نیست، از این که مشمول آیات انجیلی توبیخی قرآن واقع بشن؟ آقای رضایی، ببین، بر اساس هوا و هوس من و شما نیست. من بگم العیاذ بالله آیا امامان نمیتونن خدا باشن؟ خب این که به دل من و تو نیست. آقای محترم، قرآن، دین، عقیده بر اساس هوا و هوس نیست، بر اساس دلیل است. دلیل از قرآن، دلیل از سنت، دلیل از عقل، دلیل از نقل. شما دلیل بیار که 12 امام حاضر و ناظر اعمال ما الان هستند. لطف کنید دلیل صریح و آشکار از قرآن کریم. لا یمسه الا المطهرون. قرآن را کسی اسرارش را نمیداند مگر مطهرون. لا یمسه یعنی چی؟ یعنی کسی درک نمیکنه. یعنی کسی از کی گفته کسی درک کردن رو در عربی میگن لا یدرکون. خب قرآن لا یمسه الا المطهرون. یعنی چی؟ شما مسئول یعنی چی؟ آقای محترم، ببین چرا دلایل لایت چسبک میارید؟ من از لمس کردن قرآن صحبت نکردم. من از دیدن 12 امام صحبت کردم. برای آخرین بار آقای رضایی، میدونید که من عادت دارم کسی که در چارچوب موضوع و با عقل و منطق صحبت بکنه من صداشو قطع نمی کنم. برای آخرین بار از شما میپرسم، اگر جواب دیگری دارید من با عرض معذرت از شما و بینندگان مجبور هستم صداتون رو قطع بکنم. دلیل صریح برای اینکه امامان حاضر و ناظر هستند، دلیل صریح از قرآن کریم بیارید. بفرمایید. کارشناس جوانمردی هستید که اینی که فرمودید درست است، رفتار میکنید، واقعا به بیننده، به مخاطبت وقت میدی، با مخاطبت کنار میای تا مادامی که مخاطبت خودش خسته نشه و نزنه در عقب قطعش نمیکنی. تمام مسائلی که میفرمایید درست، اما بفرمایید این آیه‌ای که دارم میفرمام خدمتتون عرض میکنم که قرآن میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، و بعد میفرماد که اینا بر آل ابراهیم حسد میکنن و آتیناهم ملکا عظیما، ما به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم. به آل ابراهیم چه ربطی داره به دیدن ائمه؟ خب این آل ابراهیم وقتی خدای متعال فرما ملک عظیم به اینا دادیم و اینها حکومتشون مستمر است و رسالت خاتم الانبیا هم استمرار دارد و اینها ملک عظیم دارن، نمیتوانن اینها اون صفت رو که خداوند برای مؤمنون اشاره کرده در اون آیه که انا ارسلناک شاهدا مبشرا و نذیرا، نه همون آیه که آقا خوند قل سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. در این آیه الله سبحانه و تعالی میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله،
فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمة و آتیناهم ملکا عظیما. آیا مردم به پیامبر و یارانش از آنچه که الله سبحانه و تعالی از فضل خویش به آنها عطا کرده حسودی میکنند؟ در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت، یعنی چی؟ یعنی نبوت را دادیم به آل ابراهیم و به آنها فرمانروایی بزرگ بخشیدیم. ببینید اینجا وقتی کتاب و الحکمه بیان میشه، کتاب همون کتابی است، قرآنی که نازل میشه یا تورات و انجیل و زبور و هر چی که نازل میشه. و حکمت چی است؟ حکمت همون سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت پیامبران پیشین است که یا تفسیر قرآن، کتابای آسمانی است که اینها انجام میدادن. و آتینا ملکا عظیما، این ملک عظیمی که به اینها داده شده پیروان اینها حکومت کردند، چه از بنی اسرائیل بودند، چه از نصارا بودند و چه از مسلمان ها. خلافت ابوبکر صدیق، خلافت عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی مرتضی و میلیاردها مسلمانی که در طول تاریخ بودند، اینا ملک عظیمی است که الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم اعطا کرده. فمن من آمن به و من من صد عنه و کفى بجهنم سعیرا. برخی از آنها به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند و برخی از آنها روی گردان شدند و برای آنها آتش افروخته جهنم کافی است. این آیه است. چه ربطی داره به این که ائمه سلام الله علیهم اجمعین، ائمه بزرگوار اهل بیت، اینها حاضر و ناظر اعمال ما در دنیا هستند؟ خدا این صفت را داده است. کتاب و حکمت را اونطور معنا کردید. آیه دوم سوره جمعه: هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاته. بعد فرمود آیات و حکمت. این آیه و حکمتی که همونجا آقای رضایی برادر عزیز و بزرگوار من، شما لطفاً در مورد اینکه ائمه اهل بیت حاضر و ناظر هستند بر اعمال ما صحبت کنید. آقا جان، پدرجان من، و بسم الله الرحمن الرحیم و ما تشاءون الا ان یشاء رب العالمین. خدا میفرماد خودم میبینم، حبیبم میبینن، مؤمنون میبینن. ما این چند تا از مؤمنین. آقای محترم، نه یک لحظه. این سوره انسان آخر سوره انسان است. اینو شما یک بار دیگه ترجمه بکنید. همین آیه که گفتید الان. و ما تشاءون الا یشاء. نه اینا من ترجمه این نکردم که. خب میگم کسانی شما گفتید که خدا میفرماد. شما فرمودید اشتباه برداشت نشد. نه اونو که گفتم که خدا میبیند و همون آیه قل اعملوا فسيرى الله می‌خواستم. نه شما گفتید و ما تشاءون الا ان یشاء الله. گفتید رب العالمین. چی ترجمه کردید اینو؟ این رو میگم کسانی هستن در امت محمد صلی الله علیه و خود رسول الله که همون اراده ای که خدا میکند اینا ارادهشون بعضگاهن با اراده خدا یکی میشود. ابدا میگه و ما تشاءون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. و شما چیزی را نمیخواهید مگر اینکه الله بخواهد، بیگمان الله دانای حکیم است. که کجا گفته که امت محمد و فلان؟ اینا کی هستن؟ اینا کی؟ فقط خدا. شما چیزی را نمیخواهید مگر اینکه الله بخواهد. نگفته شما چیزی را نمیخواهید و ما تشاءون الا ان یشاء الله و یشاء الرسول و یشاء الائمه. جناب آقای انصاری، مخاطب آن یکیان است. مؤمنین، انسان‌ها، بشریت، همه. خب من و شما جزء بشریت هستیم. الان ما که اراده کنیم خدا برای اراده من و شما اراده کرده است. آنچه که ما اراده میکنیم چیزی است که خدا اراده کرده. اون بله. نه جناب آقای انصاری، این یه مقداری آقای رضایی من نمیخوام وارد این بحث‌های اینطوری بشم، طولانی میشه. در مورد اینکه 12 امام حاضر و ناظر هستن، حرف پایانیتون رو در نیم دقیقه و من از شما خداحافظی میکنم. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مؤمنون کیانن و عنده علم الکتاب. کسی که علم کتاب درش هست. تموم شد. و فی صدور الذین اوتوا العلم. کسانی که سینه‌شون مالامال از علوم قرآن کریم است. تشکر میکنم آقای رضایی، بیننده گرامی ما. خیلی تشکر. دستتون رو میبوسم، پیشانی مبارکتون رو میبوسم. امیدوارم یه دفعه از نزدیک دست مبارکت بذارم و دست با گرمی بفشارم. به جوانمردیدم تحسین میکنم. انشالله جوانمرد باشید و جوانمرد بمانید انشالله خدا و همینطور ما. آمین. خدا نگهدارت. Oh